خوبه. شیش آوردم، الان میتونم بزنمت. نه الان میتونی منو نزنی. میتونی نزنی. اگه بخوام عقلی کنم باید بزنم، وگرنه ممکنه تو برنده بشی. من زنتم. خب عقلی نکن منو بزنی دیگه. خب آخه این بی‌معرفتیه، نکن این کارو. نه دیگه اگه نزنم من بی‌معرفتی در حق منچ کردم. آره منچ که فقط برای من یه بازی نیست، منچ برای من مرامه. آره چطور اون موقع که شطرنج با هم دیگه بازی میکردیم اون موقع من کیش میشدی، اون موقع چطور اون موقع میرفتی یه قلعه میکردی، اون وقت الان بی‌معرفت شدی. خب نه دیگه، اولا اون موقع من جوان بودم، عاشق بودم، داغ بودم، کور بودم، خر بودم. آره باشه. بعدشم دوم من با این بازی قد کشیدم. ببین خب منم جوونیمو پات گذاشتم. ما با هم دیگه گذروندیم جوونیمونو. کدوم جوونی؟ یه عمره که من میدوام، آب میدوه، نون میدوه، تو اسم اینو میذاری جوونی؟ کدوم جوونی بابا؟ باشه بزن که داری خوب میزنی. بزن. بی‌مرام، بی‌معرفت. من بی‌معرفتم؟ اینو نگو. بشکنه این دستی که نمک نداره. کدوم؟ حالا هر کدوم، فعلا بشکنه. اون وقت چند دفعه که تو رفتی آرایشگاه هی میومدی خونه میگفتی خوب شدم. من میگفتم الکی آره خوب شدی. آره الکی؟ شبیه برونکا شده بودی. من میگفتم خوبی، الکی میگفتم. راست میگی قی؟ آره بابا عجوزه شده بودی. آی قی مرسی هستی. باشه مرسی انقدر با مرامی. باشه الان بزنم. بزن ببین چی کار میکنم. از این خونه میرم دیگه، پا من تو این خونه نمیذارم. بزن بی‌معرفت. اونی یه دورهای غریبه گیر کردم. الان یه طرف قضیه تویی که زنمی، عشق زندگیمی، از یه طرفم این مهره 1 سانتی زرده که میخواد بره تو خونش به آرامش برسه. الان من چی کار کنم؟ خب خدایا چرا این کارو با من کردی؟ خیلی بی‌مرامی، خیلی بی‌معرفتی. میگم مدیری الان من چی کار کنم؟ زندگیم داره ازم میپاشه. چی شد؟ چرا خوش شد؟ نه الان زمان وایستاده، چون من درگیرم که انتخاب کنم. زمان وایستاده. الان من و تو هم تو ذهن منی. چه جوری تو ذهن من جا شدی تو؟ میگم اینا همه جلوه های ویژه است. خب خودتو درگیر نکن. جلوه ویژه ببین. یعنی واقعا بین منچ و همسرت نمیتونی انتخاب کنی؟ نه خیلی دورای سختیه مدیری، خیلی سخته. این زنمه، این زن نمیدونم، این زن رنجور زحمتکش مهربونه، به قول شما افسرده. یه طرف قضیه است، طرف دیگه این مهره های یاغی با این دایره های دوست داشتنی خونه هاشون. من با این منچ بزرگ شدم، من از این منچ درس زندگی یاد گرفتم مدیری. از منچ درس زندگی یاد گرفت؟ از منچ یاد گرفتم که گاهی یک همان جفت شیش است و جفت شیش هیچ. از منچ یاد گرفتم که هر حرکتی تاسی است و هر تاسی حرکتی. چو شش آید مفرح ذات است و چو به یک رسد ممد حیات. من از منچ یاد گرفتم که خنده پیرمرد اتفاقی نیست. آره الان براش بد نباشه تو این حالت مونده؟ چرا خیلی بدی؟ چرا؟ آنی به خودت بی. آنی پلک شو. آنی پلک شدی مدیری، زنم گیر کرده. مدیری پیچ کشتی 2 سو داری. فیکس شو هنوز نباید بیای بیرون.
آره پیشکش دستور نداری؟ بیا دیگه پلی. خوب شد. هالو ویگت. وایسیا. خب برگشت به تنظیمات کارخونه. Hier ist Tata. Ja, ich bin Schauspielerin. Ja, wie heißen Sie? Ja. Nein, ich bin Anni. Wie heißen Sie? آره تو خوبی. نه. من الان باید برم دفترچه‌شو پیدا کنم ببینم باید چی کارش کنم. آره بیا بریم. Wo ist hier? بیا. ببین منو. برو تو پوسترتو نزدم به دیفال. برو سیرابی. برو با خدا بچه پایینیم. برو بینیم بابا. آقا این چی میگی؟ اینجا مردم نشستن زشته. شاکر همه بچه های پایین. میگم مدیری اکبر زشته گفت به مهران سلام برسون بگو که آیه پیغام داشت بسر گفت به مهران بگو بعد غلام چیچیلم سوال داشت ازت گفت از مهران سوال کن دست نارنجیه رو هنوز داره. اینایی که میگی مثلا نمیشناسن. اینا بچه های پایینن. خوبای پایینن. آره خوبای پایینن. منم بچه بالا نیستم ولی اینا رو که میگی نمیشناسم. داداش شما چی رو نگاه میکنی؟ شما با مدیر نگاه نکن. شما مهران نگاه نکن. شما به من نگاه کن. شما چشت نچرخه. عرض کنم اصلا بچه پایین بودن به این کارا و رفتارا نیست. بچه پایینا اتفاقا خیلی با مرام و با اخلاقن. مدیری کل بچه پایین رو با من انداز. شما هر چی پایین باشی ما باز پایین تریم. آره اصلا ته مرام و معرفت محل شما جلو محل ما سرزمین شمالیه. یعنی تا این حد. کجا میشه محل شما؟ پایینه دیگه خیلی پایینه. شما ببین ریلای راهنو که رد میکنی زده ته اتوبان. خب کنارش کوچه تنگه رو میای تو. خب این دیگه گشاد نمیشه کوچه تنگه رو میای تا آینت گیر کنه به دیفال. خب اونجا باید پیاده شی بقیه رو پیاده میای جلو یه سیم خار داره اگه دقت کنی اندازه یه گربه توش جا هست از اون لا رد میشی. خب میای این ور سیم خاردار میای پایین. ته اتوبان یه کوچه است ته سیم خارداره. سیم خارداره آفرین. سیم خارداره رو که رد کردی یه زمین خاکیه. زمین خاکی رو میای تا ته منبع آبه میپری رو منبع آب پشتش دیفاله. اینجوری نمیتونی باید یه ضرب بپری پشت دیفال. 3 بار اینجوری میکنی. شما یعنی پشت اون دیوارین؟ نه دیگه ما پشت اون دیوار نیستیم. آره ما پشت اون دیواره نیستیم. شما پریدی پشت دیوار بلند میشی خودتو میتکنی بعد همینجور ادامه میدی میای جلو تا میرسی چی؟ تا یه جایی زده پایان محدوده مسکونی. چرته اصلا توجه نکن. شما رد شو میای یه تپه است میای بالای تپه داد میزنی. داد زدنم یعنی تو آدرسه؟ آفرین باریکلا تیزی ها. میفهمی چی بود؟ آره داد میزنی کسی ها بعد صدات میخوره به کو اکو میکنه کسی ها کسی نی کسی جوابتو نمیده. خب شما به راه خودت ادامه بده. نه ممنونم. حالا خواستم بیام آدرس میگیرم. نه دیگه داری تعارف میکنی. ببین وقتی اومدی فقط قربون دسته یه ذره پوست مرغ و سنگدون گاو همراه باشه چون بعد از کوها میرسی به سگا میندازی جلو سگا کاریت ندارن رد میشی همینجور که اومدی جلو میرسی یه دریاچه میبینی. اصلا نرو سمتش چون سرابه. خب میای جلو. مار بلدی بگیری؟ مار بگیرم؟ مار بلدی بگیری؟
نمیتونی ها. ببین اونجا اومدی مار نیشت زد، باید چی کار کنی؟ کار از کار نگذشته، بری بالای تپه، یه دونه بوته هست از این برگای سوزنی داره، اینا رو میکنی، یه برگیشو میذاری جای زخمت. عقرب بلدی نیششو بکشی؟ نه. بلد نیستی؟ یاد بگیر. اون دیگه شوخی نداره، به برگم نمیرسه، در جا افقید میکنه. آره، بعد اینا رو که رد کردی میای جلو و گرمت میشه، زیر پیرتو در میاری، خیسش میکنی، دوباره میپوشی. آب دهنت هم قورت نده، لازمت میشه. میای جلو، همینجور که اومد جلو چشات کم کم دو میزنه، از حال میری. کلام آخر، به محل ما نمیرسی. آقا بیاین اینو ببرین. بیا منو ببرن؟ میخوای به بچه پایین ظلم کنی؟ چرا حرفای منو گوش نمی کنی؟ مدیری من زندگیمو باختم، منو از بیرون انداختن، نترسون مدیری، منو نترسون. هم بیا. میدونی مشکل من چیه؟ مشکل من اینه که من نمیتونم مثل این آقا حرف بزنم، زود جوش بیارم، نمیتونم صحبت کنم. مشکل من اینه، خیلی هم قاطیم. برو بیرون. بودو بیرون. بودو بیرون. مدیره اتفاقی افتاده؟ حالت خوبه؟ آره خوبم، خوب، خیلی خوبم. چرا اینجوری پس؟ چیزی شده؟ گله من بهمونه امروز و فردام دیگه. یعنی یه وقت توی این مدت بدی خوبی چیزی ازم دیدی ببخش منو. نه یعنی یه وقت اگه بی‌معرفت بودم رفیق ببخش منو. یعنی چی؟ درست حرف بزن ببینم چی میگی. بعد از اون رفتم دکتر، گفت تیرویدت پرکاره. حالا چی شده؟ مگه قرص میخوری خوب میشه دیگه؟ آره میدونم میخوای به من دلداری بدی، میدونم، ولی من اصلا نگران هیچی نیستم، هیچی، آماده رفتم، فقط نگران این زنم. داغون میشه، نمیخوام به پای من بسوزه این زن. آنی پاسوز چیه؟ یه قرص هر 12 ساعت میخوری درست میشه، چرا اینجوری میکنی؟ دلم واسه این صورت تنگ میشه. آخه نه میدونی نمیخوام عمرشو بذاره تیمار یه تیرویدی پرکارو بکنه. اصلا چرا جو میدی؟ تیروید پرکار اصلا مسئله حادی نیست. آره میدونم، خیلی با معرفتی، دمت گرم. میدونم تو میخوای من روپا باشم، ولی دیگه دیره. بکن از من، بکن از من، بکن ارسلان، باید برم. نمیخوام یه عمر این زن مریض. چی میگی قیمت؟ کجا میری؟ اصلا مریض داری چیه این حرفا؟ چیه یه قرص میخوری؟ نه میرم اگه گیر نده دیگه، میرم سبکبال، میرم با یه چمدون توسی و پاشنه خوابیده، میرم که زمین خوردنمو کسی نبینه. اگه سپیده زد و دیدی قیمت نیست، خوف نکن، بدون که رفته که تو یادا بمونه. فهمیدم، میدونم، مطمئن باش آنی خانم هم بفهمه همین حرفا رو بهت میگه، اصلا مسئله خاصی نیست. آره آنی خانم، میخواستم قامتشو طلا بگیرم، میخواستم تا اینجا علنگو طلا، نه تا اینجا پول زیاد میشه. تا اینجا علنگو طلا دستش کنه، ولی این تیروید لعنتی، فکر پیری و کوریمو کرده بودم و فکر این لامروفتو نکرده بودم. آخ اوس کریم تابون کدوم گناهو دارم میدم. آخ چی کار داری میکنی دیگه؟ داری منو نگران میکنی یا چیزی نیست میگم. رسم معرفت اینه که همین امشب با این دختر صحبت کنم، بهش بگم دختر از این بوم بپر، جلد این بوم نشو، مهمون این بوم از این به بعد یه بطری آبه با 1.5 قرص لول تیروکسین. آخه چی شد که یو اینطوری شد؟ نمیدونم، یه روز صبح از خواب پا شدم دیدم که تیروید بیمرامم قوقاست توش، داغون شد،
نمیدونم اصلا میدونی اصلا کسی که توقع نداری و ادعای معرفتش میشه دقیقا میاد از پشت خنجر فرو میکنه. دیگه من میرم دیگه باید برم. نه رو مرد باسا باش بجنگ. نه بابا بجنگ چیه؟ موسم رفتن منو دیگه. کلاغا پریدن نمیبینی پریدن. فقط گل من خداحافظی نکن. خداحافظی نمی کنم فعلا. خب من نمیتونم اینطوری، من نمیتونم اصلا. گل من مدیری احساساتی شو، مردی که خرس گنده. خجالت نمیکشه؟ ببینی اصلا پاشت آشیلش احساساتشه. اگه اومد و بگو قیمت اون چمدونه توسیش دستش بود رب داغون میشه.